دولت من آماده است تا از هر امکانی برای نیل به یک راه حل قابل قبول برای همه طرفها به کار گیرد. برای این منظور ما آماده کار با گروه 5 به اضافه 1 اعضای آن و دیگران با هدف تأمین شفافیت کامل در چارچوب مقررات بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستیم. در حالی که ممکن است ما نتوانیم منبع عمده بی‌اعتمادی و تردید مردم ایران نسبت به دولت‌های آمریکا طی 60 سال گذشته را فراموش کنیم، اما نیاز داریم که بر شرایط فعلی متمرکز شویم و به آینده نگاه کنیم. باشد که تجربه گذشته پرفراز و نشیب چراغی شود برای روشن کردن راه آینده. و ما امیدواریم این قدم مؤثری در این راه و قدم اول محکمی در این راه برای ادامه گفتگو باشه و ما بتونیم در یک زمان کوتاهی، حالا سوال کننده گفته 3 ماه یا 6 ماه، هرچه زودتر بهتر، ما بتونیم این مسئله رو حل و فصل کنیم و ما فکر میکنیم حل و فصل سریع این مسئله به نفع دو طرف خواهد بود، هم ایران و هم طرف مذاکره کننده. Good evening. And also to think about steps, starting with a first step that should be implemented in order to address the immediate concerns of two sides and move towards finalizing it, hopefully within a year's time. I thought I was too ambitious, bordering naivete, but I saw that some of my colleagues were even more ambitious and wanted to do it faster, so we could go ahead.